این کتاب که اخیراً و همین تابستون منتشر شده، آخرین و جدیدترین کتاب ایزابل فیلیوزا، روانشناس فرانسویه. فیلیوزا از روانشناسان مشهور و تاثیرگذار فرانسوی هست، از پیشگامان والدگری مثبت و همینطور از ادامه دهندگان راه فرانسوا زولتو، از اولین و بزرگترین روانکاوان کودک فرانسوی است. فیلیوزا تا حالا چندین کتاب در زمینه آموزش به والدین منتشر کرده و یکی از مشهورترین آثارش که در زمان خودش سر و صدای زیادی به پا کرد، در قلب احساسات کودک نام داشت که حتما بخشهایی از اون رو هم خواهیم خوند. اما این کتاب که اسمش از آموزش هر آنچه باید دانست، میشه گفت چکیده روش آموزش این نویسنده و روانشناس هست که اتفاقا در روی جلد کتاب هم به اون اشاره کرده. فیلیوزا همیشه معتقده که والدگری مثبت به معنی اینه که نه لوس کردن کودک و نه خشونت علیه او. مثلا یکی از نکاتی که در کتاب به اون تأکید داره اینه که در والدگری مثبت بار دیگر قدرت به پدر و مادرها داده میشه، اما با هدف برقراری اقتدار صحیح، و توضیح میده که در تربیت سنتی روش‌های آموزشی بیشتر از اون که برای تعلیم کودکان باشه، برای آسایش والدین بوده. یک آمار جالبی هم از فرانسه میده که اخیراً منتشر شده و همچنان درصد قابل توجهی از والدین فرانسوی از روش‌های تنبیه بدنی یا حداقل فریاد کشیدن بر سر کودکان استفاده میکنن. نویسنده سعی کرده با مثال‌های مختلف زندگی روزمره روش آموزشی خودش رو بیشتر توضیح بده. در بخشی از کتاب اومده تقریباً اکثر ما وقتی قرار بود بچه دار بشیم این امر رو هیجان انگیز، جذاب و احتمالاً آسان می‌دیدیم، اما ما هرگز نیاموختیم شادی چیست، احساس غم دقیقاً چگونه است، چه فرقی با خشم یا ناامیدی و حتی حسادت دارد، و حتی کسی به ما یاد نداد چطور بفهمیم در درونمان چه می‌گذرد. به همین دلیل گریه کودک، خشم او، هیجانات و خوشحالی، ناامیدی و ترس و اضطرابش هر بار به ما هم منتقل می‌شود و در برابر آن نه تنها دفاعی نداریم بلکه حتی نمی‌توانیم به کودک در این زمینه کمکی بکنیم. این موضوع زمانی دشوارتر می شود که می بینیم کودکان واکنش‌های هیجانی قدرتمندی دارند. فیلیوزا همینطور میگه که برای اینکه بفهمیم در درون کودکمان چه می‌گذرد، باید ابتدا بفهمیم در درون خود ما چه می‌گذرد. یکی از تجربه‌هایی که خود فیلیوزا در یکی از سمینارهاش داشته و از اون در این کتاب یاد کرده، مربوط به وقتی است که یک مادری از تجربه خودش میگه اینکه پسرش به خاطر ترکیدن بادکنکش گریه میکرده و بعد به مادرش میگه که گریه میکنم چون فهمیدم که همه میمیرن. پدر بزرگ هفته پیش مرد و حالا هم این بادکنک. بعد فیلیوزا توضیح میده که تأثیری که ترکیدن این بادکنک روی بچه داشته با آنچه ما به عنوان بزرگسال فکر میکنیم کاملا متفاوته. ما بزرگترها چون معمولاً اینطور تصور میکنیم که از دست دادن یک بادکنک چندان مهم نیست، با بی اهمیت کردن اون، با ساده کردنش و گفتن اینکه مثلا چیزی نشده، یه بادکنک بود، فقط یکی دیگه میخری، به کودک این پیامو میدیم که اون رو نمیفهمیم و با این کار خودمون به اون در واقع احساس تنهایی میدیم. کافیه به جای این کار سعی کنیم فقط به احساس بچه‌ها با دقت گوش کنیم و به اون به درستی توجه کنیم. این نویسنده جای دیگه‌ای هم در این کتاب با اشاره به اینکه حوالی احساسات کودک پاورچین گام بردارید، میگه که از اونجایی که ما نمیدونیم در ذهن کودک چه میگذره، بهتر مراقب باشیم که احساسات او رو بی اهمیت جلوه ندیم. کتاب در بخشی هم به تفاوت نگاه فروید و روانکاوی او با والدگری مثبت پرداخته و توضیح داده که چرا شیوه فرویدی در تعارض و جدال کامل با این شیوه فرزند پروری است و حتی جایی تاکید میکنه که روانکاوی فرویدی از والدگری مثبت متنفره.
همچنین به عقده اودیپ اشاره کرده که فروید مطرحش کرده بود و بعدها در نامه‌هایی که از این پزشک اتریشی منتشر شد معلوم شد که او عقده اودیپ را مطرح کرد چون مجبور بود به خشونت و تجاوز جنسی پدران به فرزندان که آمار کمی هم نداشت نپردازه و موضوع آسیب‌های روانی ناشی از این تجربه در کودکان رو به شکل دیگه‌ای مطرح کنه تا در جامعه علمی اون زمان طرد نشه. کتاب آموزش هر آنچه باید دانست از ایزابل فیلیوزا به تازگی در فرانسه از سوی انتشارات روبر لافون منتشر شده و بلافاصله به انگلیسی هم ترجمه شده و به نظرم جای اون در واقع بازار نشر فارسی هم خالیه.